ما تو این راهی که طی کردیم راه بزرگی بود تو زمینه زخم. خب کشور خیلی ابتدایی بود، یعنی موقعی که ما وارد شدیم اصلا باور بر این نبود که کشور ایران توانایی داشته باشه همچین پانسمانایی رو تولید کنه و اولش همیشه سوال از این ما بود که اینو از کجا دارید وارد میکنید، از نماینده و اینکه کل بازار بخواد این رو ببینه. ولی خدا رو شکر ما تونستیم با کوالیتی خیلی بالا، چون تو زمین سلامت نمیشه از کوالیتی زد، با کوالیتی خیلی بالا وارد بازار شدیم. از همون اولین محصول که اون پوست مصنوعی بود شروع کردیم، دونه دونه محصولات رو توسعه دادیم. ما خیلی وقتا با ارز اذیت شدیم. ما اومدیم محبوب ترین محلول شستشوی زخم اتحادیه اروپا رو مهندسی معکوس کردیم. این تولید این محصول نیازمند دو تا بخش تکنولوژی بود، یعنی به عنوانی ابردانش بنیان بود، چون هم ماده مؤثرش در انحصار آلمانا بود، هم خود محصول. یعنی هم ماده مؤثرش PHMB پلی هگزامتیل بگونایید سنتزش تو دنیا ماده اولیش قابل فروش نبود، هم خود محلول پرونتوسان که اینقدر محبوب هست و به نوعی قدرت ترین محلول ضد عفونی زخم هستش که قابلیت از بین بردن بایوفیلم باکتری رو داره. خیلی جالبه، ما قبل از اینکه بخوایم وارد بازار بشیم این اسپری ها انقدر گرون بود، انقدر عددهای زیادی داشت. وقتی وارد بازار شدیم تولیدش کردیم، گفتیم آقا اوکی، بازارم تست کرد، گفتن آقا همونه، ارز دولتی وارد شد. اون شرکت هم برای اینکه بازار رو از دست نده سودشو می‌برد جای مختلف، چون یه ابر شرکت بود، شرکتی که شاید بیش از 1000 قلم تجهیزات پزشکی وارد میکنه. ما دست گذاشته بودیم یکی از محصولاتی که خودش به نوعی اهرمش بود برای ورود به بیمارستانا، اومد و مقابله کرد. یه جاهایی وارد بازار شدیم ما، یعنی یه جاهایی با بازار مواجه شدیم که حتی محصول آلمانی رو ما همونش ایرانی میخواستیم بزنیم، پول لیبلش نبود. یعنی من آوردن یه محصولی آوردن گفتن این 40 میلشه، گفتن 18200 تومان، گفتم من الان لیبل و بطریشو بخوام بزنم 12000 تومان در میاد، چه شکلی این داره 18200 میبره جلو. همه جای دنیا تو حوزه سلامت سوبسید میدن یا یارانه میدن به مصرف کننده، ولی اینی که این یارانه رو به چه شکل داده بشه این خیلی مهمه. دولت ما روشی که انتخاب کرده برای دادن یارانه به مصرف کننده اینه که به وارد کننده یارانه بده. یعنی میاد ارزی که قیمت واقعیش مثلا 60000 تومنه، 50000 تومنه رو باش 4200 تومن حساب میکنه. یعنی این وسط یه دفعه 50000 تومن، 45000 50000 تومن یا 55000 تومن بهش چی میده؟ یارانه میده به وارد کننده، به این امید که این وارد کننده جنسش ارزونتر تموم میشه و بعد ارزونتر هم میرسه دست مصرف کننده. دیگه فکر کنم در غلط بودن این سیاست هزاران بار صحبت شده، هزاران مثال وجود داره که هر دولتی هم اومده گفته آقا این دولت قبلی چقدر کار اشتباهی میکرد که این کارو میکرد، ما نمیخوایم این کارو بکنیم. بعد از یه مدت خوشم هم کارو کرده. یعنی من از وقتی که یادمه که از سال 73 بالاخره ما توی این حوزه هستیم، اون موقع اول دلار 128 تومانی بود، بعد دلار هم 600 تومانی بود، بعد دلار 1024 بود، 1024 تومانی بود، بعد دلار نمیدونم 4200 بود، الان 28 و 500 همیشه بوده. همه میگن چقدر کار بدیه و همون کارو انجام میدن. این باید بپرسیم که یعنی که چی؟ اون بعد این سیستم فسادزایی که وجود داره تو تقسیم این ارزه، یعنی بگیم این ارزه رو به کی بدیم به کی ندیم خود اونجا، بعد دوباره اینو چجوری اختصاص بدیم، بعد خود بانک مرکزی نوبتی که میذاره، بعد حالا این ارزه که اومد تریس کنیم که آیا باش جنس درست میاد یا تقلبی میاد، به جای استنت فنر میاد، به جای نمیدونم چی میاد. خب و بعد دوباره پیگیری کنیم، پلم کنیم، انبار رو ببندیم، بعد ببینیم دست کجا رسید. یه فرایند بسیار پیچیده و بسیار سخت و بسیار فسادزا. ما همین الان امروز اتفاقا داشتم سامانه رو نگاه میکردم، ما یه گروهی رو حمایت کردیم و چهار رفتن سمک‌های پیشرفته دیجیتالی ساختن. من همین رفتم سایت، حالا بپرسید دیگه دوستان، به سوال بکنید من جواب بدم، بپرسم چجوری میشه که توی 5 سال گذشته تو همین سامانه خود سازمان غذا و دارو از داشبوردش هر کسی هم میتونه بره ببینه.
حالا نمیدونم چرا این اطلاعاتو شفاف گذاشتن همه ببینن، حالا اگه سامانش به هم نخوره همه میتونن برن ببینن. خب 100 میلیون دلار در واقع به ارز 4200 به واحدات سمعک دادن برای 390,000 تا سمعک. یعنی متوسط تقسیم بکنید در میاد دونه $260 به هر سمعک ارز 4200 دادن. امروز من میگم خب آقا $260 دادید بیان از من بخرید $150. میگن نه الان سمعک شده $85 $80. من میگم پس چه جوری شد این سمعکی اگه تا حالا $260 بود چرا الان شد این دفعه $80؟ ببین چقدر مابعد تفاوته. یعنی دونه $180 4200 اختلافش با مثلا 50 تومن، حالا به نرخ روزش حساب بکنید ببین چقدر این وسط بوشفید بوده. خب تا 60,000 تومان الان. بله 60,000 تومان دیگه. ما تفاوت حساب کنیم چه عدد چند هزار میلیارد تومانی میشه. خب این یارانه واقعا رفته دست مردم. یعنی واقعا الان پول الان کسی بخواد سمک بخره میتونه بره سمکی مثلا ارزون بخره خارجی بخره. ارز چند نرخی خیلی فارسی بخوایم بگیم و شفاف یعنی چند نوع نرخ رانت. چه 4200 باشه فاصله رانتش 4200 تومان تا 60,000 تومنه، چه 28,000 باشه فاصله 28,000 تا 60,000 تومنه، چه 43,000 تومان باشه این فاصله. این نرخ رانتش فقط متفاوته. این رو امیدوارم یه جای دولت مردان ما در تئوری قبول دارن چون خیلی هاشون اقتصاد خوندن، همه در تئوری قبول دارن، اما در عمل بپذیرن که این مشکل وجود داره و اگر این حل نشه این نرخ رانت جابجا میشه با این سیاست هایی که هر از چنگایی خلاصه این نرخ رو بالا پایین میکنن. دوستان اشاره هم کردن فاصله یه ذره کم و زیاد میشه ولی رانت سر جای خودش هست و این مشکلی است که یه جایی یه کسی باید این رو حل کنه برای در واقع حالا تولید داخل که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. خیلی جالبه بدونید که شما به عنوان تولید کننده از یک طرف افتخار میکنیم که ما تولید دانش بومی داریم تو کشور که قابلیت رقابت تو بازار بین المللی هم دارد. این خیلی مهمه. بحث کیفی رو فرمودن. ما بلاز توی حوزه درمان یا تجهیزات پزشکی یا دارو اصلا نمیتونیم عدول کنیم از کیفیت، چون اینجا جان افراد و بیماران مد نظر هست و هیچ عقل سلیمی نمیپذیره، هیچ اخلاق تجاری هم نمیپذیره که ما با جان مردم بازی کنیم. حالا اگر شما فکر کنید که یه شرکتی هرچه عمق تولید داخلش بیشتره افتخار بیشتری هم کسب میشه، توی حوزه تجاری سازی اینجوری نیست، دقیقاً برعکس. یعنی شما هرچی عمق تولید داخلتون افزایش پیدا میکنه نگرانی هاتون هم افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون شما از بازار داخل باید نیازتون رو تامین کنید. بازار داخل هر چیزی رو که شما روش دست بگذارید به عنوان اینکه خودکفایی باشه، خود اتکایی باشه و از بازار داخل تامین بشه با ارز معادل روز یعنی 60,000 تومان یا گاهی بالاتر و همین هول و هوش داره تامین میشه. حالا هر بخشی از این بخواد وارد شه یه نرخی از اون رانت رو استفاده میکنه که اینجا قابلیت رقابت بخش خصوصی با وارداتچی‌ها و شرکت‌های صادرکننده رو خلاصه تضعیف میکنه. یعنی شما هرچی عمق تولید داخلتون بیشتر میشه مشکلاتتون، هزینه و قیمت تمام شدهتون به نسبت کالای خارجی میره بالاتر. ببینید وقتی ما مقایسه میکنیم حمایت‌هایی که تو حوزه سلامت اتفاق افتاده، چه تو توسعه زیرساخت‌ها از مراکز رشد و نوآوری بگیرین تا حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش بنیان اتفاق افتاده تو بخش خصوصی و از اون ور رشدی که در شاخص‌های عملکردی به عنوان خروجی این فرایند داریم، مثل رشد تولید، رشد فروش، رشد صادرات، کاهش ارزبری، این فاکتورهای کمی، می‌بینیم که اینو من اگر لازم شد آمار دقیقش هم میتونم خدمتتون ارائه بدم. شاهد یک رشد چند برابری شاخص‌های خروجی در مقایسه با شاخص‌های ورودی هستیم. یعنی به هر میزانی که ما سرمایه گذاری کردیم تو حوزه سلامت چندین برابرش رشد در شاخص‌های خروجی اتفاق افتاده. خب این یه قسمتیش برمیگرده به ارزش افزوده بالایی که تو صنعت سلامت مشاهدش هستیم و یه قسمتیش برمیگرده به دانش فنی و
در حقیقت اون علمی که در صاحبان این دانش فنی چه در دانشگاه‌ها چه در صنعت وجود داره. در نتیجه به عنوان حالا یه مطالبه کلی به نظرم میرسه که اگر اقتصادی هم به موضوع نگاه بکنیم، از اونجایی که درصد راندمان یا بهره‌وری تو صنعت سلامت در مقایسه با سایر صنایع بالاتر هست، به نظرم نیاز به یه عنایت ویژه هست. منابعی که در سطح کلان وجود داره، حالا ما چه تو صندوق‌های پژوهش فناوری که زیر مجموعه وزارت بهداشت هستن، چه در صندوق نوآوری شکوفایی، چه در صندوق توسعه ملی، به نظرم اگر به هر میزانی که ما در صنعت سلامت سرمایه گذاری بکنیم، به دلیل بهره‌وری بالاتری که در مقایسه با سایر صنایع وجود داره، احتمال در حقیقت تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید بیشتر هستش. چون واقعا ما اگر دنبال یک فرآیند جهشی هستیم، باید تمرکزمون رو بذاریم رو نقاطی که امکان این جهش وجود داره. به نظر من بر اساس مستنداتی که ما داریم که کاملا قابلیت ارائه و دفاع داره، حداقل یکی از کانون‌هایی که واقعا امکان جهش تولید دانش بنیان درش وجود داره، حوزه سلامت هستش.